چند بار تا حالا دستگیر شدی؟ تو کل عمرم زیاد، چند بار؟ 15-20 بار. بالای 20 بار به گفته خودشون دستگیر شدن و ادعا میکنن هر ماشینی رو میتونن به سرقت ببرن. هر ماشینی. بله. چطور؟ ماشینی که خوشم بیاد تو خیابون ببینم میارمش. کیلت دار باشه، خیلی دیگه مثلا چیز باشه، جرثقیل زنگ میذارم میاد میزنه میاد. جرثقیل مدارک از شما نمیخواد؟ جرثقیل خودم هم دیگه، مدارک چی میخواد؟ جرثقیل خودت هماهنگ میکنه بیاد ماشین رو برمی‌داره میره. بله. قفل فرمون؟ خب فرمون مثل آب خوردن اصلا. قفل پدال چی؟ خب پدال که چیز سرکاری اصلا تأثیری نداره. دزدی مهم نیست، 30 ثانیه دزدی قطع میشه تموم میشه رو میره. جی پی اس هم معنایی نداره. من یه فندکی میذارم توی ماشین، کل جی پی اس ماشین کلا قطع میشه تا موقعی که بری یه جا خودت پیداش کنی. مردم چیکار کنن که نتونی ماشینشون رو ببری؟ مردم کار از دستشون بر نمیادش. تنها راهی که دارن میتونن کاری کنن که کار ما یه خورده سخت‌تر شه، پیگیرتر شه. یکی از اون کارا اینه دزدگیر تصویری بدازن. دزدگیر تصویری تو خونه‌ام ریموتش صداش در میاد. موقعی که من میام قطع میکنم دزدگیر رو، ریموت خونه میفهمی. شما میتونی برسی خودت دم در. البته برسی هم دم در من رفتم، ولی خب حداقل میتونی ببینی ماشین داره میره. یه تصمیم